بعد از کمی گشت و گذار تو کوچه‌های خاکی ده که از خونه‌های کاکلی پر شده بود، بالاخره شوهرعمه افسار حیوان رو کشید و گاری رو روبروی کوچه باقی نگه داشت. جوی آبی از اول کوچه شروع می‌شد و کنار اون درختای بلند قامتی سبز شده بود. کوچه انقدر تنگ و باریک بود که گاری واردش نمی‌شد و مجبور شدیم از گاری پیاده بشیم. شوهرعمه ما رو به عهد سپرد و خودش جلوتر رفت و در خونه بزرگی که تو اون کوچه بود و زد. کمی بعد در باز شد. عمه بیشتر از این نتونست طاقت بیاره. خودش هم جلو رفت و به دختر جوونی که دم در بود سلام داد. دختر شوهرعمه رو نمیشناخت و برعکس. شوهرعمه گفت بهم نشونی دادن این خونه حاج صمداللهه. دختر چارقدی که رو سرش انداخته بود جلوتر کشید و گفت آقام خونه نیستن. رفتن سر زمینا یه سر به رعیت بزنن. بعد از اون صدای زنی بلند شد که صدا میزد کیه پشت در فهیمه؟ دختر داخل رفت و کمی بعد با پیرزن خمیده‌ای برگشت. پیرزن کمی به شوهرعمه خیره شد و بعد با حیدر گفت صفدر خودتی پسر؟ شوهرعمه خندید و گفت زنمو جان پیرمردی شدم برا خودم. شما هنوز به من میگی پسر؟ پیرزن در حالی که اشک تو چشماش جمع شده بود دوباره به زور خندید و گفت خوش اومدی پسرم خوش اومدی صفا آوردی تا حالا کجا بودی چرا این همه سال یه سر به ده نزدی اگه بدونی چقدر هممون دلتنگت شدیم خدا آقات و ننتو بیامرزه با حسرت یه بار دیگه دیدن تو از دنیا رفتن شوهرمه گفت خدا رحمتش کنه زنمو جان حالا وقت این حرفا نیست حاج صمد خونه نیست پیرزن به خودش اومد و گفت بیا تو پسر انقدر از دیدنت خوشحال شدم که یادم رفت تعارف کنم بیای داخل بعد رو به عمه کرد و گفت شما زن این پسر مایی خوش اومدی قدم رو چشم ما گذاشتی بیا تو دخترم عمه دست پیرزن رو بوسید و گفت خوش باشین زنمو جان بعد به سمت ما برگشت و اشاره کرد که جلو بریم احد از گاری پیاده شد و بعد از اینکه افسار حیوان رو به درخت بست یکی یکی دست من و توتی رو گرفت تا از گاری پایین بیاد زنمو نگاهی به ما انداخت و گفت ماشاءالله صفدر ماشاءالله خدا بچه‌هاتو حفظ کنه یکی از یکی خوشگل‌تر و باادب‌تر ما هم دست زنمو رو بوسیدیم و بعد از عمه اینا وارد خونه شدیم خونه‌های ده با خونه‌هایی که تو شهر دیده بودم فرق داشت باغ بزرگی داشت و ساختموناش کاهگلی بود کف حیاط با خاک پر شده بود و همه جای حیاط پر از گیاهایی که اسمشون رو نمیدونستن بود درختای بزرگی که حیاط سبز شده بود و ته حیاط یه اتاقک کوچیک بود که سر اسبی ازش بیرون بود. کف حیاط مرغ و خروس و اردکا راه میرفتن و گوشه حیاط سگی نشسته بود که برامون دم تکون میداد. زنمو به کمک دخترک لب ایوون نشست و بعد با دستش به ما تعارف کرد و گفت بفرمایید. احد نگاهی به دختر انداخت و خطاب به توتی گفت یعنی دخترشه؟ عمه چشم ابرویی به احد اومد که صداشو پایین بیاره و بعد دوباره به زنمو لبخندی زد. زنمو از قدیما حرف میزد و آخر هر جملهش یادش به خیری میگفت. کمی بعد دخترک با سینی چای برگشت و یکی یکی جلومون گرفت. این بار شوهرمه نگاهی به قد و بالای دخترک انداخت و گفت ماشاءالله زنمو نوته. زنمو چایشو هورتی کشید و گفت دختر کوچیکه طیبه است. شوهرعمه که مشغول خوردن چایش بود یه دفعه به سرفه افتاد و بعد از اینکه احد چند باری پشتش زد تا حالش جا بیاد با چشمای پر از تعجب گفت مگه طیبه برگشته ده مگه شهر نبودن زنمو با بیخیالی جواب داد برگشته پسرم همتون رفتین و برگشتین بالاخره هر کی به اصل خودش برمیگرده شوهرعمه نگاهی دور و برش انداخت و گفت کجاست اینجاست زنمو ابروهاشو بالا انداخت و گفت نه پسرم خودش خونه داره آخه اینجا زندگی میکنن دخترش پیش من و آقا جونش میمونه که دست تنها نباشیم آخه ما که دیگه کسی رو تو خونه نداریم گاهی از پس خودمون بر نمیایم این دختره کمک دستمونه شوهرمه سرش رو پایین انداخت تا نگاهش به نگاه پر از سوال عمه گره نخوره و عجبی زیر لب گفت همه کنجکاو شده بودن که اون عکس‌العملای شوهرمه برای چی بوده ولی شرایط سوال پرسیدن نبود بعد از اینکه چایمون رو خوردیم زنمو به فهیمه اشاره کرد و گفت پاشو فهیمه جان برو با بچه‌ها یه گشتی تو باغ بزن البته الان خسته راهن میخواین استراحت کنیم بعد از ظهر باغو ببینین من و توتی نگاهی به هم انداختیم و هر دومون گفتیم نه خسته نیستیم شوهرمه خندید و گفت منم که از دیشب تا حالا لب گاری نشستم و افسار حیوان رو گرفتم اینا که کل مسیر رو خواب بودن همینطور که دست توتی رو گرفته بودم دنبال فهیمه راه افتادیم از مرغ و خروسا و حتی سگی که کنار حیاط نشسته بود میترسیدم.
چون تو خونه آقا جونم از این چیزا نبود و هر دفعه یاد حرف احد میافتادم و با هر تکون خوردن اون سگ با وفا از جا میپریدم. فهیمه ما رو به سمت اتاقک ته باغ برد و گفت اینجا آغل گوسفندامونه. ولی خب حالا نیستن. برادرم بردشون چرا. کمی با فهیمه تو باغ گشتیم و فهیمه و توتی به هم کمک کردن که با حیوونا خوب بگیرم و اون روز تونستم یکم به سگ خونه زنمون نزدیک بشم. بعد از کمی گشت و گذار دوباره به سمت اتاقکای خونه برگشتیم. عمه گوشه‌ای برای خودش نشسته بود و مشخص بود که تو خودشه. از طرفی شوهرمه حسابی با زنموش خو گرفته بود و همونطور که به زنمو خیره بود با هم صحبت می‌کردن. کنار عمه بتولم نشستم و گوشمو به حرفای زنمو سپردم. با آب و تاب تعریف می‌کرد و میگفت خیلی سال پیش بود که از اون خونه‌های سنگی بیرون اومدیم. نمیدونم تو یادت هست یا نه، ولی از اون اولم جدت تو این ده اربابی میکرد و حواسش به همه بود. بعد از اون آقا جونت کارا رو به دست گرفت و بعد آقات. بعد از رفتن تو آقا چند سالی بیشتر طاقت نیاورد و از دنیا رفت. ولی خب اداره ده به دست برادرات نیفتاد و اونو به عمود سپردن. اینجا یه داستان بود که آهی از ته دل کشید و ادامه داد. خودت خوب میدونی که ما و خانمود به فکر مال دنیا و این چیزا نیستیم. ولی خب چه کنیم؟ از دست این پسرا. از همون روز اول شروع به قلولن کردن که این چه وضعی ما داریم. ناسلامتی آقامون ارباب این ده شده. چرا ما باید مثل بقیه مردم توی این سوراخ موشایی که از دل کوه در اومده زندگی کنیم و تا بالاخره تونستن ما رو راضی کنن مصالح جفت جور کنیم و خونه پایین کوه بسازیم. شوهرمه به سمت کوههایی که از خونه زنمو پیدا بود برگشت و گفت مردم چی گفتن؟ زنمو گفت نپرس پسرم نپرس. نمیدونی چند بار ما این دیوارای کاگلی رو ساختیم و هر بار خرابش کردن. چندین سال طول کشید تا دست از سرمون بردارن و بتونیم این آلونک رو برای خودمون بسازیم. خانمود 1000 بار وسط راه منصرف شد و پا پس کشید. ولی خب این پسرا بازم راضیش کردن تا بالاخره ما تونستیم اینجا رو برای خودمون بسازیم. شوهرمه دوباره عجبی گفت و ادامه داد. پس بقیه هنوز تو همون خونه‌هایی که از سنگای کوه تراشیده شده زندگی میکنن؟ زنمو جواب داد آره پسرم. این تنها خونه کاهگیری این دهه. شوهرمه سوال کرد برادرام اونا هم اینجا؟ زنمو گفت نه پسر. اونا هم چند سال بعد تو رفتن. وقتی ننه و عاقب به رحمت خدا رفتن همشون ول کردن رفتن شهر. ولی پسرای ما اینجان تو همین خونه زندگی میکنن. ولی خب هر کدوم خونه سنگی هم دارن. شوهرمه بی هوا سوال کرد طیبه چی؟ اونم تو خونه‌های سنگی زندگی میکنه؟ با این سوالش یه دفعه عمه از جا پرید و بهش خیره شد. خودش متوجه حرفی که زده بود شد و میخواست هر طور شده جمع و جورش کنه. به همین خاطر شروع به منمن کرد و گفت برای این میپرسن که گفتی خودش خونه داره. زنم هم متوجه حالت بدی که به عمه دست داده بود شد و گفت آره پسرم، یکم هم شما تعریف کنی. بتول خانم، یکم از خودت بگو. همین 3 تا بچه رو داری؟ عمه با غم به خاکای کف حیاط خیره شده بود و متوجه حرف زنمو نشد. زنمو دوباره صدا زد. بتول خانوم، کجایی دخترم؟ حواست نیست انگار. با آرنجم به عمه زدم تا به خودش اومد و با گوشه چشمم به زنمو اشاره کردم. عمه یه دفعه بالا پرید و گفت بله، بله زنمو رفتم تو فکر نفهمیدم صدا میزنی. زنمو لبخندی به عمه زد و ادامه داد. گفتم یکم از خودت تعریف کن. همین 3 تا بچه رو داری؟ عمه هم سعی کرد لبخند بزنه و گفت والا تا دیروز که 4 تا داشتم ولی از دیروز شدن 5 تا. زنمو گفت مبارکه پس بارداری. شوهرم زد زیر خنده و گفت این حرفا چیه زنمو ما نوه داریم. بچه‌مون دیگه کجا بود؟ ناسلامتی سنی ازمون گذشته. زنمو اخماشه تو هم کشید و گفت از تو سنی گذشته باشم ماشاءالله بتو خانم دخترم جوونه. حالا درست شکسته شده ولی خب من خوب میفهمم که سنی نداره. عمه با بیمیلی و غمی که تو چشماش بود دوباره جواب داد حق با شماست زنمو ولی من باردار نیستم. توتی و احد دختر و پسر منن. 2 تا دیگه هم از پسرام شهرن. اونا زن و بچه دارن. من و توتی به اتاق رفتیم تا طبق گفته عمه کمی استراحت کنیم. شوهرمه هنوز مشغول گفتگو با فهیمه بود و از قیافه عمه میتونستم بفهمم که حسابی دلخوره. احدم داخل اتاق بود و پاهاشو رو هم انداخته بود و همینطور که به متکا تکیه داده بود به صف خیره بود. توتی کنار احد نشست و گفت داداش قضیه این طیبه چیه؟ یه لحظه هم اسمش از دهن آقا نیفتاده. ننه بتولو دیدی؟ کم مونده بود بغضش بترکه. احد لباشو جمع کرد و بعد از اینکه شونه‌ای بالا انداخت گفت اینطور که من فهمیدم عشق قدیمی آقام بوده.
چشام 4 تا شد و همزمان توتی محکم تو صورتش زد و گفت خدا مرگم بده، حالا چی میشه؟ ننه بتولمون چی میشه؟ احد گفت ای بابا آبجی، چیزی قرار نیست بشه که، مال گذشته بوده، اسمش روشه، گذشته رفته. توتی گفت خیر، اینطوری نیست، مگه نمیبینی چقدر طیبه طیبه میکنه؟ بعدم من از چشمای ننم میفهمم که چه غمی رو دلشه. احد گفت چی بگم والا، ایشالله که خیره. با ورود شوهرعمه نتونستن بیشتر از این حرفی بزنن و کمی بعد سر و کله عمه و زنمو و عروسش و فهیمه هم پیدا شد. فهیمه دوباره برامون چای آورد و زنمو از این چند سالی که شوهرعمه شهر بود میگفت. شوهرعمه به هر دری میزد که در مورد زندگی طیب سوالی بپرسه و کم کم اشک تو چشمای عمه بتولم جمع شده بود. عمه نتونست بیشتر از این خودش رو کنترل کنه و یکباره از اتاق بیرون رفت. شوهرعمه انقدر گرم حرف زدن بود که متوجه رفتن عمه نشد. ولی توتی دنبال عمه رفت و به من که میخواستم از جام بلند بشم اشاره کرد که تو اتاق بمونم. خیلی نگران بودم. با یادآوری حرفایی که بین احد و توتی رد و بدل شد، تقریبا میفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. دلم برای عمه میسوخت و با خودم میگفتم آخه شوهرعمه که همچین آدمی نبود. خیلی عمه رو دوست داشت، خیلی بهش احترام میذاشت. حالا چی شد یه دفعه همه چیزو از یاد برد؟ کمی بعد شوهرعمه به سمت ما برگشت و از احد پرسید مادرت کجا رفت؟ اونم بدون رودرواسی گفت شما مشغول خبر گرفتن از طیبه خانم بودی، متوجه نشدی ننه بتولم با چه حالی از اتاق بیرون رفت. فهیمه سرشو پایین انداخت و زنمو بعد از اینکه گلویی صاف کرد رو به شوهرعمه گفت بلند شو پسرم، این حرفا رو ول کن دیگه، پاشو از زنت دلجویی کن، اینطوری درست نیست. روز اولی که اومده اینجا ازمون دلخور بشه. شوهرعمه با تعجب جواب داد کدوم دلخوری زنمو جان، بتول همچین زنی نیست، خیلی خونگرم و خاکیه. مگه چی شده که ناراحت بشه؟ آخه مگه حال احوال کردن با قوم و خویش هم ناراحتی داره؟ داشتم حال دخترم و پسرمو میپرسیدم. احد دستاشو از هم باز کرد و بعد اینکه شونه‌هاشو بالا انداخت گفت چه بدونم، والا ما که فکر میکنیم ناراحت شده. شوهرعمه دستشو سر زانوش گذاشت و بعد از اینکه یه یا علی گفت از جاش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. با رفتن شوهرعمه زنمو سری تکون داد و گفت تا این بچه‌هام فهمیدن این زن ناراحت شد و این صفتر اصلا تو باغ نبود که بفهمه با هر کلمه حرفش دل زنش ریش میشه. عروس زنمو نذاش حرف مادر شوهرش تموم بشه و با همون صدای جیغ جیغوی گوشخراشش گفت این که روز اولش بود، خدا به داد بقیه‌اش برسه. زنمو نگاه معناداری به عروسش انداخت و گفت سرت تو کار خودت باشه، دخالت بیجا نکن. بعد ادامه داد ببین زری، مبادا چیزی به طیبه بگی یا اگه بفهمم کلمه ای از این حرفا به گوش طیبه رسیده همشو از چشم تو میبینم. فهیمه نفسشو با صدا بیرون داد و گفت والا من که نفهمیدم چی شد، ولی ننه جون خودت خوب میدونی که من آدم دهن لقی نیستم و چیزی به کسی نمیگم. زنمو جواب داد میدونم دخترم، میدونم، منم فقط با زری بودم. چشمم به احد افتاد. به فهیمه خیره شده بود و با لبخند ملیحی نگاش میکرد. دلم یه جوری شد و حس بدی بهم دست داد. از جام بلند شدم و بی سر صدا از اتاق بیرون رفتم. توتی که به سمت اتاق برمیگشت بین راه دستمو گرفت و گفت کجا میری گلی جان؟ بذار با هم تنها باشن. لبخندی زدم و گفتم دلم یه جوری شد، دارم میرم مستراح، کاری به عمه اینا ندارم. توتی ریز ریز خندید و گفت ای بابا، فکر کردم میخوای بری عمه جونتو دلداری بدی. با فکر به این که چرا احد اینطوری به فهیمه نگاه میکرد و لبخند میزد به سمت باغ راه افتادم. فهیمه مستراح بهم نشون نداده بود و کل باغو گشتم تا بالاخره مستراح پیدا کردم. از دور صدای عمه و شوهرعمه به گوشم میرسید. مشغول حرف زدن بودن و عمه آروم آروم گریه میکرد. ولی نمیدیدم که کجان و هرچی چشم میچرخوندم چشمم بهشون نمیافتاد. بعد اینکه وارد مستراح شدم صدا نزدیکتر شد و تازه متوجه شدم که عمه و شوهرش پشت دیوار مستراح هستن. کنار دیوار وایسادم و گوشمو به حرفاشون سپردم. همونطور که فکر می‌کردم شوهرعمه مرد مهربون و دلرحمی بود و مدام قربون صدقه عمه میرفت و میگفت بتول خانم قربون چشمات، تو رو خدا اینجوری اشک نریز. آخه مگه چیزی تو این دنیا هست که ارزشش بیشتر از اشکای تو باشه که اینطوری این دونه‌های مروارید از چشمات میریزه؟ من در حالی که دماغشو بالا میکشید با فین فین گفت آخه آقا صفدر، خودت حواست نبود از وقتی رسیدیم چند بار اسم اون زن رو آوردی. شوهرعمه دوباره گفت بتول خانم خودت که میگی حواسم نبود. به جون بچه‌ها که جونم براشون میدم رفتم تو حال و هوای قدیم.
خودت که میدونی من چیزی رو ازت مخفی نمیکنم. اما سالای اول عروسیمون بهت گفتم که من به خاطر اینکه دیگه تهیه رو نبینم اومدم شهر. اونم همین کارو کرده بود. ولی خب من فکر نمیکردم برگشته باشه دهمون. حالا که زنمم اینطوری گفت برگشتم به حال و هوای قدیم و به جون خودت به خداوندی خدا بی قصد و منظور اون سوالا رو پرسیدم. عمه دوباره دماغش رو بالا کشید و گفت خیلی خوب آقا صفدر، نمیخواد انقدر قسم‌آیه بیاری، من قبولت دارم. با حرفایی که بینشون رد و بدل میشد، لبخند رو لبم نشست و دستم رو قلبم گذاشتم و به خاطر عشقی که بینشون بود ذوق زده شده بودم. عمه و شوهرعمه از اونجا رفتن و به سمت اتاقا برگشتن. من تو همون حالت که به دیوار تکیه داده بودم، دوباره یاد نگاه احد به فهیمه افتادم و دلم ریخت. فکرای بد از سرم بیرون نمیرفت و مدام با خودم میگفتم اگه احد از اون دختر خوشش بیاد چی؟ اگه مثل شوهرمه که عاشق طیبه شده، اونم عاشق فهیمه بشه، من چیکار کنم؟ کمی بعد به اتاق برگشتم و با دیدن لبای خندون عمه منم لبخند زدم. کنار عمه نشستم و زیر چشمی نگاهی به احد که دوباره به فهیمه نگاه میکرد انداختم. خیلی قصدم شد. دیگه مطمئن شده بودم که احد به فهیمه دل باخته. اون روز گذشت و قبل از غروب بود که زنمون رو به فهیمه کرد و گفت دخترم، من و آقا جونت که دیگه تنها نیستیم. فعلا مهمونامون هستن کنارمون باشن. نمیخواد تو اینجا بمونی، برو خونتون یکم استراحت کن. لبخندی رو لبم نشست و خوشحال شدم که فهیمه دیگه اونجا نمیمونه. از طرفی عمه متوجه شد که زنمو فهیمه رو فرستاد که ننش نیاد اونجا دنبالش و با آقا صفدر روبرو نشن و اونم حسابی خوشحال شده بود. بعد از رفتن فهیمه، احد حسابی تو خودش رفت، ولی حرفی نمیزد و چیزی به کسی نمیگفت. دلم میخواست این مسئله رو با کسی در میون بذارم، ولی روم نمیشد به عمه چیزی بگم تا بالاخره یاد توتی افتادم. توتی لب ایوون خونه زنمو نشسته بود و دستاشو زیر چونش زده بود. کنارش نشستم و گفتم فهیمه هم رفت. توتی نگاهش رو از آسمون گرفت و گفت حیف، دختر خوبی بود، خیلی مهربون بود. با تعجب نگاش کردم و گفتم تو هم مثل احد از اون خوشت میاد؟ ابروهای توتی بالا پرید و گفت مگه احد از فهیمه خوشش میاد؟ شونه‌هامو بالا انداختم و گفتم از کجا بدونم، ولی از وقتی اومدیم یه لحظه هم چشم ازش بر نداشت و همش با لبخند بهش خیره میشه. توتی مشتی به بازوم زد و گفت حسودیت شده گلی خانوم؟ پام گل انداخت و گفت کدوم حسودی؟ برا چی حسودیم بشه؟ توتی جواب داد خب پس چرا برات مهم شده؟ گفتم مهم نشده، همینطوری گفتم. سر و کله عمه پیدا شد و اونم کنارمون نشست و گفت از چی حرف میزدین دخترا؟ توتی بی هوا گفت از اینکه احد فهیم دل باخته. عمه حسابی جا خورد و گفت کی همچی حرفی زده؟ من سرمو پایین انداختم تا نگام به نگاه عمه گره نخوره و توتی هم خدا رو شکر چیزی از من نگفت و بعد از کمی منمن کردن گفت والا از نگاهاش اینطوری حدس زدیم. عمه گفت این فکرها رو از سرتون بیرون کنید. من کم از دست ننه طیبش نکشیدم که حالا بخوام از دست خودشم بکشم. هر چی زودتر باید از این خونه بریم تا این پسر کار دستمون نداده. خوشحال شدم و گفتم آره آره بریم، منم اینجا رو دوست ندارم. عمه دستی به صورتم کشید و گفت چرا دخترم؟ مگه کسی ناراحتت کرده؟ ابروهامو بالا انداختم و گفتم نه عمه جون، کسی ناراحتم نکرده، ولی آدمای این خونه رو دوست ندارم. اون زری عروس زنمو خیلی بدجنسه، خیلی دروغ میگه. منو یاد آدمای خونه آقا جونم میندازه. توتی نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت راست میگه ننه بتول، اگه بدونی زوج چقدر دروغ تحویل همتون داد. عمه چشماشو باز و بسته کرد و گفت متوجه شدم دخترم. مگه میشه من با این همه تجربه متوجه بدذاتی کسی نشم؟ اون زن خیلی بدذاته. از نگاهش میشه فهمید. یکم دلم آروم گرفته بود که عمه با عشق بین احد و فهیم مخالفه و نمیذاره که اتفاقی بینشون بیفته. ولی بازم دلم آروم نمیگرفت و خدا خدا میکردم که زودتر از اون خونه بریم. اون شب زنمو رخت خوابای زنا و مردا رو جدا از هم انداخت. مردا روی پشت بوم خونه پشه بند زدن و داخلش خوابیدن، زنا تو ایوون بهار خواب خوابیدن. من و توتی حسابی جور شده بودیم و تا نیمه‌های شب همینطور که کنار هم خوابیده بودیم، ریز ریز حرف می‌زدیم و می‌خندیدیم. زنمو گاهی از صدامون بیدار می‌شد و لا اله الا الله زیر لب میگفت که من و توتی با شنیدن صداش لحاف رو سرمون می‌کشیدیم و نفسمون رو حبس می‌کردیم تا دوباره بخوابه. دیر وقت بود که خوابمون برد، ولی آب و هوا و فضای روستا جوری بود که نمیشد تا لنگ ظهر خوابید. خروسان نزدیک اذان صبح شروع به آواز خوندن میکردن و همین که هوا روشن میشد، هیاهویی داخل ده برپا میشد. صبح روز بعد برگشتن شوهرمه به گوش بیشتر مردم رسیده بود و چون از اهالی قدیم این روستا بود، یکی یکی به دیدنش می اومدن و حسابی باهاش چاق سلامتی میکردن.
عمه حسابی نگران بود که طیبه بین این زنا و مردا نباشه. ولی خب از حالت چهره شوهرمه میشد فهمید که هیچ کدوم از اون زنا طیبه نیستن. بعد از رفتن مردم، عمه رو به آقا صفدر کرد و گفت: آقا دیروز حرف زدیم قرار شد یه جایی رو برای خودمون پیدا کنیم. آخه تا کی اینجا به عمو و زنموتون زحمت بدیم؟ قبل از اینکه آقا صفدر جوابی بده زنمو گفت: این چه حرفیه دخترم؟ اینجا خونه خودتونه. تا هر وقت بخواید میتونین بمونید. پشت سر زنمو صدای احد بلند شد و گفت: زنمو راست میگه ننه بتول، چه عجله‌ای داریم؟ کجا بریم آخه؟ ما که جایی رو نداریم. چرا فعلا همینجا نمونیم؟ ولی این بار شوهرمه با عمه موافقت کرد و گفت: حق با بتول خانومه. آخه تا کی اینجا بمونیم؟ باید بالاخره یه جایی رو برای خودمون پیدا کنیم. ماشاءالله تعدادمون هم کم نیست. حالا کم کم پسرا و عروسامون هم میان. نمیتونیم بیشتر از این خونه شما رو شلوغ کنیم و باعث معذب شدن اهالی خونه بشیم. احد با این حرفش حسابی هرسیم کرده بود و تنفرم از فهیمه بیشتر شده بود. خدا خدا میکردم زودتر از اون خونه بریم تا احد دیگه با فهیمه روبرو نشه. ولی خبر نداشتم که ده مثل شهر بزرگ نیست و مردمش هر روز همدیگر رو میبینن. شوهرمه بعد از خوردن چاییش از خونه بیرون رفت و بعد از رفتنش عمه قلمبه پول از توی لباسش در آورد و رو به زنمو گفت: با این پول تو این ده بهمون خونه میدن یا نه؟ زنمو نگاه گذرایی انداخت و گفت: این پول که خیلی زیاده دختر، چند تا خونه سنگی میتونی با این پول بخری. عمه بتول خیلی خوشحال شد و دستاشو به آسمون گرفت و خدا رو شکری گفت. کمی بعد شوهرمه برگشت و رو به زنمو گفت: اهالی ده خیلی هوامو داشتن. یکی از خونه‌های ده که قبلا مال برادران بوده و به عمو سپرده رو بهم معرفی کردن. اونا میگفتن این چند تا خونه‌ای که مال برادرامه رو باید برا خودم بردارم، پولی هم بابتش ندم. زنمو کمی جا خورد و گفت: ولی اونا خونه ها رو به خالموت سپردن. آقا صفدر که تو حال و هوای خودش بود گفت: آخه مال من و برادرام که فرقی با هم نداره. ولی عمه که زن زرنگی بود متوجه منظور زنمو شد و بعد از اینکه گلوش رو صاف کرد رو به شوهرش گفت: فکر کنم باید با خانموت حرف بزنی، چون اینطور که زنمو گفتن مال تو و عموت فرق داره انگار. شوهرم تازه به خودش اومد و بعد از اینکه خنده‌ای کرد گفت: این چه حرفیه بتول خانم؟ عموم اهل این حرفا نیست. ما تو حرف بزرگترا دخالتی نمی‌کردیم و یه گوشه برای خودمون نشسته بودیم. کمی بعد توتی بی‌حوصله گفت: گلی جان، این حرفا که به ما مربوط نیست. کفری شدم دیگه تو این خونه. بیاد ننه بتولم اجازه بگیریم یکم از خونه بیرون بریم. من اهل از خونه بیرون رفتن نبودم. همون چند باری که از خونه بیرون رفته بودم حسابی خودم و بقیه رو تو دردسر انداخته بودم و به همین خاطر زیاد با حرف توتی موافق نبودم. ولی برخلاف تصورات من، عمه بتول اجازه داد و با توتی از در چوبی خونه زنمو بیرون رفتیم. توتی دامنش رو بالا کشید و لب جوی آبی که کنار خونه زنمو بود نشست و پاهاشو تو آب سرد جوب گذاشت. دست منو به سمت خودش کشید و گفت: تو هم بیا دیگه، خیلی کیف میده. منم کنارش نشستم و هر دومون شروع به تکون دادن پاهامون کردیم و آب جوی رو به سر و صورت هم میپاشیدیم. بعد از کمی شیطونی زمانی که خسته شدیم کمی عقب‌تر رفتم، دستامو ستون بدنم کردم. یه نگاهی به دور و برم انداختم که چشمم به ته کوچه باغ خورد. دقیق‌تر نگاه کردم و خطاب به توتی گفتم: اون احد ته کوچه؟ توتی بیخیال شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: از کجا بدونم؟ چشم خورده‌ای بهش رفتم و گفتم: خب نگاه کن ببین احد یا نه، از کجا بدونم چیه دیگه؟ توتی عقب‌تر اومد و بعد اینکه کمی چشماشو ریز کرد گفت: آره خودشه. اونجا چی کار میکنه؟ یکم دیگه بهش خیره شدم و گفتم: داره با یکی حرف میزنه. توتی دوباره نگاهی انداخت و گفت: نه بابا، نمیبینی اون چوب که دستشه؟ داره روی زمین نقشه هایی میکشه. گفتم: پس چرا دهنش تکون میخوره؟ گفت حتما برا خودش آواز میخونه. ولی من نمیتونستم حرفای توتی رو قبول کنم و حسابی کنجکاو شده بودم ببینم احد ته اون کوچه باغ که انگار دنیا تموم میشد چیکار میکنه. پاهامو از آب بالا کشیدم و بعد اینکه با دامنم خوش کردم تو دمپاییام کردم و آروم آروم از گوشه دیوار به سمت ته کوچه حرکت کردم. توتی چند بار از پشت سرم صدام زد ولی توجهی نکردم و رامو ادامه دادم. هرچی جلوتر میرفتم تپش قلبم بیشتر میشد. دلم نمیخواست احد متوجه بشه که زاغسیاشو چوب میزنم و هر کاری میکردم که دیده نشن، ولی باید خیلی نزدیک میشدم تا اون طرف کوچه باغو ببینم. بالاخره چشمم به گوشه دامن صورتی رنگی که اون طرف کوچه روبروی احد بود افتاد و انگار که سطحی آب یخ رو سرم ریختن. دیگه برام مهم نبود که احد منو ببینه یا نه. همینطور بی هوا جلو رفتم و فهیمه رو دیدم که روبروی احد نشسته و دستاشو زیر چونش زده و لبخند میزنه. بغض کردم و متوجه احد که صدام میزد نمیشدم.
هنوز به فهیمه که حالا خندش جمع شده بود و بدجوری هول کرده بود خیره بودم تا بالاخره احد از جاش بلند شد، دستشو رو سر شونم زد و گفت: گلی با تو هم اتفاقی افتاده؟ کسی چیزیش شده؟ توتی کجاست؟ چرا مثل جن زده ها شدی؟ از جام بالا پریدم و همینطور که عقب عقب میرفتم گفتم: نه نه، کسی چیزیش نشده. به سمت خونه زنمو دویدم. تو راه بی اختیار اشکام شروع به ریختن کرد و حالا دیگه مطمئن شده بودم که احد به فهیم دل بسته. تو مسیر حتی به توتی که صدام میزدم توجهی نکردم و فقط به سمت خونه زنمو میدویدم. وارد خونه شدم و یه گوشه باغ که دید نداشت نشستم و سرم و روزانه‌ام گذاشتم و به گریه کردنم ادامه دادم. نمیدونم چقدر از اونجا نشستنم گذشته بود که سرمو با شنیدن صدای قدمای کسی که بهم نزدیک میشد بالا آوردم و با فهیمه روبرو شدم. جا خوردم. چون انتظار نداشتم که کسی منو اونجا پیدا کنه. ولی خب فهیمه اهل همون خونه بود و همه جا رو بهتر از من میشناخت. فهیمه کنارم نشست و گفت: گلی چرا گریه میکنی؟ چرا اینجا نشستی؟ میدونی کلی وقت همه دارن دنبالت میگردن و پیدات نکردن؟ مگه کسی تو رو ناراحت کرده که اینطوری اشک میریزی؟ نگاه تندی به فهیمه انداختم و تو دلم گفتم: نه، تو و احد خیلی هم خوشحالم کردیم با کاراتون. تازه میپرسه چرا گریه میکنی؟ حسابی از دستشون هرسی شده بودم. دلم میخواست هرچی حرف بد بلد بودم به فهیمه بزنم. ولی رومو ازش برگردوندم و نوچی زیر لب گفتم. فهیمه دستشو دور گردنم انداخت و گفت: پس پاشو بریم، عمه جونت خیلی نگرانته. اشکامو پاک کردم و بعد از اینکه خودمو از زیر دست فهیمه عقب کشیدم، از جام بلند شدم و بی توجه به اون به سمت اتاق راه افتادم. عمه با دیدن من به سمتم دوید و همینطور که منو تو بغلش میگرفت گفت: کجا بودی گلی؟ دلم هزار راه رفت. توتی گفت با گریه رفتی. چی شده دخترم؟ دست و پات درد میکنه؟ آخه چرا نمیای به خودم بگی؟ گریه میکنی میری یه جا گم و گور میشی. نگاهی به احد که به دیوار تکیه داده بود و همینطور که گوشتای کنار ناخونش رو میجوید زیر چشم به من نگاه میکرد انداختم و خطاب به عمه گفتم: دلم براش زنم و شهنازم تنگ شده. قبل از اینکه بیاین ده هم نتونستم ببینمش. دوباره زدم زیر گریه. همه حرفمو باور کردن چون میدونستن که از بچگی زنمون بزرگم کرده بود. ولی مشخص بود که احد متوجه دروغم شده و هنوز همونطور بهم خیره بود. رومو ازش برگردوندم و با عمه به سمت اتاق راه افتادم. عمه رخت خوابی برام انداخت و گفت: دست و پات هنوز خوب نشده دخترم. یکم استراحت کن. انقدر اینور اونور نرو. حالا که پاتو تو آب جوبم کردی بیشتر نگرانم که زخمات بدتر بشه. توتی قبل از اینکه عمه بتول چیزی بهش بگه، فلنگو بست و از اتاق بیرون رفت. عمه بتولم پشت سرش رفت و پشت در اتاق با کسی صحبت میکرد و از بدبختیایی که من تا به اون روز کشیده بودم میگفت. چشامو بستم و به این فکر میکردم که از احد متنفر باشم یا فهیمه. نمیفهمیدم که این ماجراها تقصیر کیه. ولی خوب متوجه شده بودم که احد در جریان ماجرا هست و فهمید که من از اون دلخور شدم. از همه جالبتر رفتار فهیمه بود که هیچی به روی خودش نمی آورد و همونطور گرم و صمیمی با من برخورد میکرد. کمی خوابیدم و نمیدونستم چقدر گذشته بود که با صدای داد و بیداد از خواب بیدار شدم. حسابی ترسیده بودم و آروم آروم به سمت شیشه‌های رنگی در اتاق راه افتادم. آقا صفدر وسط حیاط وایساده بود و با چند نفر صحبت میکرد. ولی اونا جوابشو با داد و بیداد میدادن و دعوا بالا گرفته بود. عمه دستشو جلوی احد گرفته بود که وارد دعوا نشه. ولی احد دست عمه رو پس زد و همینطور که سینه‌شو سپر کرده بود جلوی پسرعموهای آقا صفدر وایساد و اونم شروع به داد و بیداد کرد. عمه مدام تو سر و صورتش میزد و خواهش و التماس میکرد که دعوا نکنن. از اون طرف توتی هوای ننه‌شو داشت که حالش بد نشه و من همینطور با ترس و لرز پشت شیشه وایساده بودم. خدا رو شکر کار به کتک کاری نرسید و زنمو خیلی زود پسراشو آروم کرد. ولی دل شوهرمه بدجوری شکسته بود. همین که سر و صداها خوابید به عمه اشاره کرد و گفت: جمع کنید از اینجا بریم. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. زنمو خیلی سعی کرد جلومونو بگیره و کلی از جانب پسراش عذرخواهی کرد. ولی شوهرمه قبول نکرد اونجا بمونه و با قهر از خونه بیرون اومد. بیشتر از همه من خوشحال بودم که با رفتنمون از اون خونه احد دیگه نمیتونه فهیمه رو ببینه و عشق بینشون نیست و نابود میشه. همگی سوار گاری شدیم و از کوچه باغی که خونه زنم و داخلش قرار داشت بیرون اومدیم. شوهرم سر کوچه باغ افسار حیوانو کشید و همینطور که به سمت عمه بتول برمیگشت گفت: حالا کجا بریم؟ عمه با چشمای ناراحتش شونه‌ای بالا انداخت و گفت: اینجا ده شماست آقا صفدر. من از کجا بدونم که کجا و پیش کی بریم؟ شوهرم کمی فکر کرد و دوباره حیوانو به راه انداخت و به سمت خونه‌های سنگی ده رفت. خودش قبل از ما از گاری پیاده شد و افسار رو به دست احد داد و گفت:
همینجا بمونید تا من برگردم. کمی بعد از بالای یکی از خونه ها صدامون زد و گفت: احد، پسرم حیوانو به درختی ببند و بیاد بالا. هممون نگاهی به هم انداختیم و نمیفهمیدیم که شوهرمه داره چیکار میکنه. با این وجود به حرفش گوش دادیم و به سختی از پله‌هایی که هر کدومشون ارتفاع زیادی داشتن بالا رفتیم. شوهرمه جلوی در وایستاده بود و گفت: اینجا خونه یکی از بزرگای دهه که قدیما با آقام حسابی جور بود. تا شب و اینجا میمونی، ولی قول داده که تا شب یکی از خونه‌هایی که مال برادرامه از خانمون بگیره، از این به بعد اونجا زندگی کنیم. اما یکم دلگرم شد و بعد از اون وارد خونه شدیم. اهالی خونه که پیرمرد و پیرزن پیری بودن با خوشرویی ازمون استقبال کردن و ازمون پذیرایی کردن. بعد اینکه یکم نشستیم، احد به پیرمرد کمک کرد از پله‌ها پایین بره و گفت: تا کوچه باغ همراهیش میکنم، ولی به خونه خانمو بر نمیگردم، چون این بار اگه دعوامون بشه نمیتونم آروم بمونم. دوباره دلم آشوب شده بود و همش تو این فکر بودم که احد و فهیمه قراره با هم رو در رو بشن و من نیستم که ببینم چه اتفاقی بینشون میفته. چند ساعتی طول کشید که احد با صابخونه برگرده و اون چند ساعت عمه لحظه رو زمین نشست و مدام راه میرفت و زیر لب ذکر میگفت. آقا صفدر میخواست آرومش کنه و میگفت: نهایتا یکی از این خونه ها رو با پولایی که از فروش خونه و مغازه شهر داریم میخرم. ولی عمه مخالفت میکرد و میگفت: ما روی این پولا فکر دیگه ای کرده بودیم. اگه برای خرید خونه بدیم بیکار میمونیم و نمیتونیم خرج زندگیمون رو در بیاریم. ولی خدا رو شکر احد و صابخونه خبرهای خوشی داشتن و هر طوری بود خانمو رو راضی کرده بودن یکی از خونه ها رو به شوهر عمه بده. همون موقع بود که با خوشحالی از خونه بزرگ ده بیرون اومدیم و از روی پله‌های سنگی و ایوونا و پشت بومای خونه‌های اهالی ده به سمت خونه جدیدمون راه افتادیم. خونه سرد و نمور بود و هیچ وسیله‌ای نداشت، ولی اون شب و با وسایل کمی که از شهر آورده بودیم سر کردیم و صبح روز بعد همین که هوا روشن شد، آقا صفدر همراه احد از خونه بیرون رفتن و با چند تا از اهالی ده صحبت کردن. چون از اهالی قدیمی این ده بودن، اهالی قبول کرده بودن که زمیناشو نو بهشون بفروشن. پسرعموهای آقا صفدر خیلی حرصی شده بودن. هر کاری کرده بودن که جلو این خرید و فروش رو بگیرن، ولی موفق نشده بودن و خدا رو شکر شوهرعمه اون روز مالک زمینا شد. با بقیه پولی که برامون مونده بود، تونستیم چند تا ظرف و قابلمه و کاسه بشقاب و چراغ برای آشپزی و گیلیم برای نشستن بخریم. خیلی زود خونه سنگیمون به شکل یه خونه عادی در اومد. گرچه هر کاری هم می‌کردیم، اون خونه سنگیا مثل خونه‌های شهر یا خونه زنم و اینا نمی‌شد. چون نه سقف و نه دیوارای صافی داشت و هرچی پنجره داشت بازم تاریک بود. روزا میگذشتن و شوهرعمه و احد داخل زمیناشون مشغول به کار شده بودن. خودشون دو نفر برای کار کردن تو اون زمینا کم بودن و چند تا کارگر روزمزدم گرفته بودن تا کمکشون کنن. اون زمانا احد رو زیاد نمی‌دیدم. از صبح خروشخون سر زمینا میرفت و با غروب آفتاب به خونه برمیگشت. وقتی برمیگشتم انقدر خسته بود که سرش به زمین میرسید خوابش میبرد. هنوزم مثل قبل بهش دلبسته بودم، ولی هر روز و شب فهیمه تو فکرم بود و لحظه‌ای از سرم بیرون نمیرفت. اون روز خوشحال‌تر از قبل بودم و تو دلم میگفتم همین که از خونه آقا جون خلاص شدم بهترین اتفاق زندگیم بوده. احدم سر زمین و خودش گفت من دیگه به خونه خانمو بر نمیگردم. پس چطور میخواد اون فهیمه 7 خط ببینه؟ بعد از چند ماه اولین محصولات زمین برداشت شد و خدا رو شکر اون سال زمینا خیلی حاصلخیز شده بود و بارون خوبی هم بارید و برکت محصولمون چند برابر شد. شوهرمه محصولات رو به شهر فرستاد و با فروششون پول خوبی به دست آورد و تونست زمینای بیشتری بخره. هر روز بیشتر از قبل پیشرفت می‌کردیم و تنها ناراحتی من دوری و بیخبری از زنم و شهنازم بود. احد گهگاهی نگاه‌های معناداری بهم مینداخت و زیر چشمی منو میپایید، ولی هیچ وقت دلیل این کارشو نمیفهمیدم. با این وجود ته دلم خوشحال می‌شدم که حواسش به منه و همون نگاه‌های کوتاه و زودگذر رو بهم میندازه. من و توتی روزا توی خونه به عمه کمک می‌کردیم و ظرفا و رختار رو دوتای لب چشمه می‌بردیم می‌شستیم. با توتی خیلی بهم خوش می‌گذشت و واقعا مثل خواهر خونی خودم شده بود. عمه و توتی هیچی برام کم نمی‌ذاشتن. بیشتر از خودشون حواسشون به من بود و همیشه بهم تاکید می‌کردن که کارهای سنگین انجام ندم. ولی من از بچگی عادت داشتم و دور از چشمشون بیشتر کارا رو انجام میدادم. یکی از روزایی که مثل همیشه من و توتی دیرتر از همه بیدار شدیم، چشمم به بخچه غذای احد و آقا صفدر افتاد که دم در خونه جا گذاشته بودن. یه دفعه از جا پریدم و گفتم: ای شوهرمه غذاشو جا گذاشته. توتی هم با صدای من بیدار شد و عمه از مطبخ بیرون اومد. با دیدن بخچه رو دستش زد و گفت: این مرد حسابی حواس پرت شده، حالا تا غروب گشنه میمونن. همینطور که چشمامو میمالیدم و رخت خوابو جمع میکردم گفتم:
نگران نباش عمه جون، من غذاشون رو براشون میبرم. توتی هم از جاش بلند شد و گفت آره ننه بتول، انقدر هرس الکی نخور، ما میبریم براشون. عمه با لبخند دستش رو قلبش گذاشت و گفت آخ قربون شما دوتا دختر گلم برم. بعد از اینکه با توتی چند تا لقمه نون پنیر و چای شیرین خوردیم، بخچه رو برداشتیم و از خونه بیرون رفتیم. پایین رفتن از پله سنگی‌ها دیگه مثل اوایل برامون سخت نبود و تون تون از پله‌ها پایین میرفتیم. نزدیک 1 سال بود که توی اون ده ساکن بودیم و کم کم اهالی ده با همون آشنا شده بودن و هممون رو خوب میشناختن. تو کوچه‌های خاکی ده راه میرفتیم و به پیر و جوون سلام میدادیم و احوالپرسی میکردیم تا بالاخره به زمینای شوهرعمه رسیدیم. آقا صفدر زیر درختی نشسته بود و با پارچه عرق پیشونیشو خوش میکرد. دور و برمو نگاه کردم و چشمم فقط دنبال احد میگشت ولی پیداش نمیکردم. بالاخره به شوهرعمه رسیدیم و اونم با دیدن ما حسابی جا خورد و رو به توتی گفت اینجا چی کار میکنین دخترا؟ توتی بخچه غذا رو بالا آورد و گفت گرسنه نبودین آقا؟ انگار پاک فراموش کردین که بخچه ناهارتون رو یادتون رفته. شوهرعمه لبخندی زد و گفت قربون دستت بابا جان، به خاطر فراموشکاری من تا اینجا اومدی. توتی به من اشاره کرد و گفت والا اگه گلی نبود من که تا اینجا نمی اومدم. یواشکی چشمکی به من زد. نتونستم بیشتر از این کنجکاویمو پنهون کنم و خطاب به شوهرعمه گفتم پس احد کجاست؟ شوهرعمه یه نگاهی به دور و برش انداخت و گفت از کجا بدونم دخترم؟ این پسر هر روز موقع نهار گم و گور میشه. گمون کنم میره یه جایی چرتی برا خودش میزنه. من و توتی نگاهی به هم انداختیم و هر دومون باخبر شدیم که احد سر شوهرعمه رو شیره میماله و میره دنبال خوشگذرونی خودش. از طرفی ذهنم سمت فهیمه رفت و با خودم گفتم ذهی خیال باطل. این همه روزی که من خیالم راحت بوده که احد سر زمیناست، همش با فهیمه بوده و دور از چشم ما کنار هم خوش میگذرونده. دلم یه جوری شده بود و زودتر از توتی خداحافظی آرومی با شوهرعمه کردم و به سمت خونه راه افتادم. توتی بدو بدو دنبالم اومد و همینطور که نفس نفس میزد بریده بریده گفت کجا رفتی یه دفعه گلی؟ خب صبر میکردی منم بیام. جوابی ندادم و به راهم ادامه دادم. توتی حرف دیگه ای نزد و همینطور دنبالم میومد. کل مسیر توی این فکر بودم که چطور بفهمم احد کجا میره و این چند ساعت ظهر رو چی کار میکنه. ولی چیزی به ذهنم نمیرسید. اون شب وقتی آقا صفدر و احد به خونه برگشتن، اصلا دلم نمیخواست به احد نگاه کنم و انگار ازش خجالت میکشیدم. تا نیمه‌های شب خواب به چشمام نمیومد و مدام تو رخت خوابم جابجا میشدم. انقدر این طرف اون طرف غلطیدم تا توتی هم شاکی شد و با صدای خواب‌آلود گفت ای بابا بخواب دیگه گلی. بالاخره تا صبح راه حلی پیدا کردم و همین که آروم شدم خواب به چشمام اومد. همش با خودم خدا خدا میکردم که عمه بهم ایراد نگیره و وقتی میگم تنهایی میخوام لب چشمه برم اجازه بده. ولی همین فکرها کافی نبود و ترجیح دادم از توتی کمک بخوام. قضیه رو به توتی گفتم. اول از عشقی که به احد داشتم شروع کردم. توتی اصلا جا نخورد و مشخص بود که خودش بو برده. دستامو تو دستش گرفت و گفت نمیدونم چی بگم گلی جان، ولی کاش این احساسی که پیدا کردی باعث غم و غصت نشه. نداشتم توتی بیشتر از این نصیحتم کنه و گفتم تو چیزی از ماجرای بین احد و فهیمه میدونی؟ توتی سرشو پایین انداخت و گفت اون روزی که خونه زنمو با گریه از ته کوچه برگشتی یه چیزایی متوجه شدم. ولی پیشش نرفتم و گفتم به من ربطی نداره. ولی خب تو هم مثل احد که برادرمه خواهرمی. نمیتونم ناراحتی تو ببینم. لبخندی به روش زدم و گفتم حالا اینا رو برات تعریف کردم که یه کمکی بهم بکنی. توتی بهم خیره شد و گفت چیکار کنم؟ جواب دادم اول میخواستم یه جوری عمه رو راضی کنم که امروز تنها برم سر چشمه. وسط راه رامو کج کنم برم ببینم احد کجا میره. ولی با خودم گفتم یه وقت عمه اجازه نمیده، بهتره مثل همیشه دوتایی بریم. حالت چهره توتی عوض شد و گفت میخوای زاغسیه احد رو چوب بزنی زشت دختر. گفتم توتی تو رو خدا باهام بیا، دلم آروم نمیگیره. میخوام ببینم میره دنبال فهیمه یا نه. توتی خودش رو عقب‌تر کشید و بعد از اینکه نوچی گفت ادامه داد اگه داداشم متوجه ما بشه چی؟ دوباره خودم رو جلوتر کشیدم و گفتم توتی مراقبیم، خودم حواسم هست، یه جوری دنبالش میریم که اصلا خبردار نشه. توتی بالاخره بعد از کلی خواهش و التماس قبول کرد و با ترس و لرز چند تا تیکه رختی که کثیف هم نبود برداشت و لگن و دست من داد و رو به عمه گفت ننه بتول ما میریم رختا رو بشوریم. عمه سرش رو از مطبخ بیرون آورد و گفت مگه چند روز پیش رختا رو نشستین؟ توتی رختایی که دستش بود بالا آورد و گفت اینها عهد خیلی چرک میکنه. قبل از اینکه عمه سوال دیگه بپرسه فلنگ و بس از خونه بیرون رفت. هر دومون دلهوره داشتیم و قلبمون تون تون مثل گنجیش میزد.
توتی نگاهی به لگن به اون بزرگی انداخت و گفت آخه با اینا بریم؟ به خونه همسایه نگاهی انداختم و گفتم بسپاریمشون به قدسی خانم بریم برگردیم. لگن و لب ایوون قدسی خانم گذاشتیم و تونتون به سمت زمین راه میرفتیم. نمیتونستیم زیاد جلو بریم چون نمیخواستیم کسی ما رو ببینه. خدا رو شکر احد سر زمین بود و قبل از اومدن ما نرفته بود. یکم تو کوچه پس کوچه ها خودمون رو قایم کردیم تا بالاخره احد از زمین بیرون اومد و به سمت ده راه افتاد. آروم آروم و با احتیاط دنبالش میرفتیم و فاصلمون رو حفظ میکردیم که متوجه ما نشه. ولی بین راه بودیم که مسیرش رو به سمت جنگل عوض کرد. نگاهی به هم انداختیم. نمیدونستیم راهمون رو ادامه بدیم یا نه. اون جنگلا حسابی ترسناک بود و اگه داخلش گم میشدی پیدا شدنت با خدا بود. چشمم تو جنگل بود ولی خب همون اولای کار بود چون رفت آمد زیاد بود نمیترسیدیم سر چشمه بریم. با این حال تو دلم گفتم اگه بیشتر از این معطل کنم احدو گم میکنیم. همینطور که تو فکر بودم دست توتی رو گرفتم و دنبال خودم کشیدم. توتی خیلی مقاومت میکرد دلش نمیخواست بیاد ولی هر طوری بود مجبورش کردم و کمی بعد خودمون رو داخل سرسبزی‌های بی‌انتهای جنگل دیدیم. دلم گرم بود که دنبال احد میریم و برمیگردیم اینطوری دیگه گم نمیشیم. احد همینطور جلو و جلوتر میرفت و دیگه کم کم خودمم مثل توتی ترسیده بودم و دلم نمیخواست بیشتر از این پیش برم. ولی خب چاره‌ای نداشتیم چون مسیر برگشت رو بلد نبودیم. تا یه جایی رفتیم تا بالاخره احد متوقف شد و همینطور که سر جاش وایساده بود دستاشو تو دهنش کرد و سوتی زد. من و توتی پشت درخت خودمون رو قایم کردیم تا چشم احد که دور خودش میچرخید و دنبال کسی میگشت به ما نیفته. ولی چیزی نگذشت که فهیمه از پشت یکی از درختها بیرون پرید و همینطور که دامن بلندشو بالا گرفته بود بدو بدو به سمت احد اومد و قلبم تون میزد. حال خیلی بدی داشتم. روی بدنم عرق سرد نشسته بود و دلم بدجوری به هم میپیچید. از اون طرف توتی دستشو محکم رو دهنش گذاشته بود و با چشمایی که از حدقه بیرون اومده بود به فهیمه و احد خیره بود. به درخت تکیه دادم و چند باری دستم رو قفسه سینم کشیدم تا نفسم بالا بیاد. توتی حالش بهتر از من نبود و هنوز همونطور با تعجب به روبروش خیره بود. دوباره سرکی کشیدم و این بار فهیمه پیش احد لم داده بود. نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بی اختیار اشکام شروع به ریختن کرد. توتی منو به سمت خودش برگردوند و همینطور که انگشت اشارهش رو جلوی دهنش گرفته بود با صدایی که از ته چاه بیرون میومد گفت گلی تو رو خدا آروم باش. اگه صدات بره بالا میفهمن ما اینجاییم. مگه چقدر باهاشون فاصله داریم؟ تون سرمو تکون دادم و اشکامو با آستینم پاک کردم. دیگه دلم نمیخواست حتی یه بارم چشمم به چشم احد بیفته. خیلی ازش بدم اومده بود. توتی همینطور که پشت درخت نشسته بود گفت حالا چی کار کنیم؟ تا کی اینجا بشینیم که دل و قول دادن این دوتا تموم بشه؟ بینیمو بالا کشیدم و همینطور که شونه‌هامو بالا مینداختم زیر لب گفتم چه میدونم. تو جام تکونی خوردم تا دوباره سرکی بکشم و ببینم اگه احد و فهیمه حواسشون به ما نیست زودتر از اونجا بریم. انقدر ازشون بدم اومده بود که حتی دلم نمیخواست یه لحظه دیگه اونجا بمونم. توتی هم همزمان با من روی زانوهاش بلند شد و هر دومون گوشه سرمون رو از پشت درخت بیرون آوردیم. ولی حتی به ثانیه هم نکشید که سر جامون برگشتیم و با لپای گل انداخته به هم خیره شدیم. آب دهنمو با صدا قورت دادم و به صدای قلبم که تو سرم تکرار میشد گوش سپردم. خواستم دوباره برگردم و نگاه کنم که توتی دستمو گرفت و گفت نه گلی بر نگرد دیگه نگاهشون نکن. هیچ کدوممون نمیتونستیم باور کنیم فهیمه همچین آدمیه. به جای اون ما خجالت زده شده بودیم. توتی همینطور که مچ دستم و محکم تو دستش گرفته بود گفت باید برگردیم خودمون راهو پیدا میکنیم. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. انگار که لال شده بودم و هیچ صدایی از دهنم بیرون نمیومد. دوباره سرمو تکون دادم و دنبال توتی که 4 دست و پا پشت درخت دیگه ای میرفت راه افتادم. همینطور مسافت زیادی رو طی کردیم تا بالاخره از احد و فهیمه فاصله گرفتیم و تونستیم بلند شیم مثل آدم راه بریم. لباسامون حسابی گلی شده بود و شاخ و برگ درختای جنگل به پایین دامنامون گیر کرده بود و هر کی ما رو میدید قشنگ میفهمید که سر چشمه نبودیم. هر دومون هنوز تو شوک بودیم و نمیتونستیم چیزی که دیدیم و باور کنیم. حتی روی نگاه کردن به همدیگر رو نداشتیم. توتی بعد از کلی بالاخره صداش در اومد و گفت اگه خانمو بفهمه سر هر دوشونو میبره. اگه ننه بتولم بفهمه همونجا دق میکنه میفته میمیره. نمیتونستم حرفی بزنم و چیزی که دیدم مدام از جلوی چشمام رد میشد. اصلا متوجه مسیر نبودم و بعدها خدا رو شکر کردم که توتی رو همراه خودم آورده بودم. توتی گهگاهی میایستاد و نگاهی به دور و برش مینداخت و میگفت باید از این طرف بریم. منم که هیچی حالیم نبود همینطور دنبالش میرفتم. خدا رو شکر مسیرمون به چشمه‌ای که رختار رو میشستیم خورد و از اونجا بعدش هر دومون بلد بودیم.
توتی بین راه دستمو گرفت و گفت: گلی، لباسامون خیلی کثیف شده. اینطوری همه میفهمن تو جنگل بودیم. با صدای گرفته گفتم: خب چیکار کنیم؟ توتی نفسشو با صدا بیرون داد و گفت: باید تمیز کنی لباستو. دوتایی سر چشمه رفتیم و مشغول پاک کردن گلا از لباسمون شدیم تا بالای زانوامون خیس شده بود و وضعیتمون از اونی که فکر می‌کردیم بدتر بود. توتی پفی کرد و ادامه داد: گل بود به سبزی نیز آراسته شد. کاش خودمون رو خیس نمی‌کردیم. حالا مگه این لباسای برین کلفتی خوش میشه؟ جواب ننه بتول رو چی بدیم؟ گفتم میگیم رختا گل آب رفت و وقتی خواستیم از آب بیرون بگیریم لباسامون خیس شد. توتی بدو بدو دنبالم اومد و گفت: خدا سنگمون میکنه گلی، اینقدر که به ننه بتولم دروغ میگیم. خودمم خیلی ناراحت بودم و میترسیدم خدا سنگم کنه، ولی به خودم قول دادم که دیگه دنبال عهد نرم که نخوام به عمه بتول دروغ بگم. به خونه همسایه رسیدیم و لگن رختا رو برداشتیم و همونجا با دبه آبی که در خونه همسایه بود خیسشون کردیم. وقتی به خونه برگشتیم همونطور که فکر می‌کردیم، عمه بتول با دستش رو صورتش زد و گفت: خدا مرگم بده، این چه سر و وضعیه؟ چرا انقدر خیس شدین؟ توتی با صدای لرزون گفت: رخت گل آب رفت، خواستیم درش بیاریم اینطوری شد. عمه بتول جواب داد: مراقب باشین دخترا، این فصل رودخونه خروشانه، یه وقت شما رو هم با خودش میبره. از این به بعد اگه رخت گل آب رفت نمیخواد در بیارین، فدای سرتون. دلم به حال عمه میسوخت که انقدر ساده و مهربون بود. اصلا نفهمید که داریم دروغ میگیم و به خاطر اینکه ممکن بود غرق بشیم کلی قصه خورد. رختای عهد و با حس رو تنابی که جلوی در با میخ و به دیوارای سنگی کوبیده بودیم پهن کردم و از خونه بیرون اومدم. لب پله ها نشستم و زانوهامو تو بغلم گرفتم. هر کار میکردم که فهیمه توی بغل عهد نشسته بود و لباسش رو در می آورد از ذهنم بیرون نمیرفت. هر بار یادم میومد بغض میکردم و بیشتر از قبل ازش رو متنفر میشدم. کمی بعد توتی هم کنارم نشست و گفت: گلی، هنوز داری به فهیمه فکر میکنی؟ ولش کن دیگه. من که آبجی عهدم ازش بدم اومده. نمیدونم تو چطوری میتونی بازم بهش فکر کنی. سرمو بالا گرفتم و گفتم: منم ازش بدم اومده. کی گفته بهش فکر میکنم؟ دلم نمیخواد یه بار دیگه هم ببینمش. توتی دستشو پشتم کشید و گفت: آخه اینطوری که نمیشه، ما توی یه خونه زندگی میکنیم. نکنه وقتی احد اومد یه کاری بکنی ننه بتولم متوجه بشه ها. خودت که دیدی چه دل مهربون و قلب صاف و ساده‌ای داره. اگه بفهمه دق میکنه. اون حتی از گوشه ذهنش هم رد نمیشه که پسرش همچین کاری بکنه. سرمو تکون دادم و گفتم: باشه، کاری نمیکنم. چند روزی گذشت و هر وقت احد به خونه میومد خودمو به کاری مشغول میکردم تا چشمم بهش نیفته. توتی هم دست کمی از من نداشت و خجالت میکشید با احد چشم تو چشم بشه. یکی از روزایی که با توتی لب چشمه رفته بودیم، وقتی برگشتیم دیدیم در خونه شلوغه. اول هر دومون دلشوره گرفتیم، ولی وقتی نزدیکتر شدیم متوجه شدیم که برادرای توتی اومدن. عمه بتول مثل ابر بهار اشک میریخت و نمیدونست کدوم یکیشون رو بغل کنه. با دیدن زن برادرای توتی دلم یکم باز شد و از اون حال و هوای بد بیرون اومدم. توتی با دیدن بچه‌های برادرش که عمه می‌کردن و به سمتش می‌اومدن خیلی ذوق زده شد و رو زمین نشست و بغلشون کرد. عروسا به سمتم اومدن و هر دو با هم گفتن: وا گلی، خودتی؟ چقدر بزرگ شدی؟ چه خانومی شدی؟ عجیب بود. یکی دو سالی بیشتر نگذشته بود و به نظر خودم که بزرگ نشده بودم. ولی اونا میگفتن چون مدت زیادی ندیدیمت اینطوری به نظر میرسه. عمه سریع به مطبخ رفت و غذاشو بیشتر کرد تا جلوی مهموناش بی‌آبرو نشه. اون روز هممون عجیب خوشحال بودیم، ولی خوشحالی من زیاد دوام نداشت و با برگشتن احد از سر زمین اونم چند ساعت زودتر دوباره حالم بد شد و تو هم رفتم. از روزی که فهمیده بودم تو جنگل با فهیمه ملاقات دارن هر روز زیر نظرش داشتم. یه روزای لباش خندون بود و متوجه می شدم که فهیمه رو دیده، ولی بعضی روزا اخماش رو هم بود و انگار رو پای خودش بند نبود. گاهی روزایی که اخمو بود از دهن شوهرمه در میرفت که احد امروز ظهرم سر زمین بود و شاید خسته است که اخموه. اون موقع بود که من و توتی متوجه می‌شدیم به خاطر ندیدن فهیمه اینطوری گرفته است. خیلی ناراحت می‌شدم که عشق بینشون انقدر عمیقه و اینطور همدیگه رو دوست دارن. ولی کاری از دستم بر نمی‌اومد و هر طوری بود می‌خواستم فکر احد رو از سرم بیرون کنم.